روز 3 ایول سال 2022 کاوهخانه عزیزجان یک کاوهخانه پرمشتری در کنار شورای خوجند غفوروف در شمال تاجیکستان به کام آتش رفت. خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که بر اثر سوختار بام بنای قهوه‌خانه پوره سوخته به خاکستر تبدیل یافته است، ولی کسی از کارمندان و مهمانان این مؤسسه آسیب ندیده است. در ویدیو که شاهدان از جای حادثه نشر کردن دیده می شود که از طرف بنای قهوه‌خانه عزیزجان علنگه قفس دود به آسمان بلند شده ایستاده است و ازدحام بزرگ در اطراف محل سوختار به مشاهده می رسد. همچنین در جای حادثه دست کم 2 ماشین سوختار نشانی دیده می شوند که به فرو نشاندن سوختار مشغولند. بختیار سیدالله‌زاده سردار خدمات سوختار نشانی نویه باباجان غفوروف به سپوتنیک خبر داد که سوختار ساعت 11:30 سر زده به مساحت بیش از 160 متر مربع دامن پهن کرده است. او افزود که آتش نشانان توانستند در بین 1 ساعت سوختار را فرو نشانند. بنا به نتیجه های اولیه معلوم شده است که سوختار از حساب موری جای سیخ کبابپزی رخ داده بام بنا را فرا گرفته است. خوشبختانه به نفران در داخل قهوه‌خانه قرار داشته آسیب نرسیده است، ذکر کرده است سیدالله‌زاده.